سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. بعد از یه وقفه بسیار طولانی ما دوباره تصمیم گرفتیم که ویدیوهای تحلیل بسازیم برای آزمون‌های مثل خصوصا قلمچی و در ادامه اگه فرصتی باشه برای سنجش و گزینه 2 هم خواهیم ساخت. بچه‌ها مثل همیشه از سوال آخر شروع می‌کنیم کار تحلیل رو و این سوالات هم که برای 30 آذر ماه هست برای بچه‌های 12 انسانی. اونا میتونن خیلی خوب از این استفاده کنن. سوال پرسیده که در کدام گزینه حال وجود نداره. خب وقتی میخوام حال پیدا کنم اول همیشه دنبال واو بگردید که بعدش چی بیاد، یه جمله اسمیه بیاد. خب ما میایم نگاه میکنیم تو گزینه 2 ما یه واو داریم. بچه هر موقع بعد از واو ضمیر بیاد 99% این حاله، یعنی بعدش جمله حالیه دارید. پس من همین الان گزینه 2 رو میذارم کنار. بقیه جا اصلا واوی وجود نداره. خب حالت دوم چیه؟ میگفتیم که یه اسم نکره منصوب پیدا کنید که معنای حالت بده. این کاندیدای شما میشه برای حال شدن، نه اینکه حال باشه، کاندیداست. مثلا در گزینه 1 کلمه متکبرتن خوبه، در گزینه 2 که کاریش دیگه نداریم، در گزینه 3 متواضعاً خوبه، محبوباً هم خوب هست، در گزینه 4 هم کلمه صادقین و مجروحاً پتانسیل دارن. البته در گزینه 2 میتونستیم به جمیلتاً هم نگاهی داشته باشیم ولی چون حذف شده دیگه بهش نمیپردازیم. خب بچه‌ها وقتی ما چنین اسمی پیدا میکنیم چجوری بفهمیم حال هست یا نیست؟ نگاه کنید، گام اول اینه که باید صاحب حال شما حتما معرفه باشه و گام دومتون اینه که نزدیکترین فعل به این کلمه که مثلا اینجا لا ترفعی هست، پشت جمیلت هم مثلا تکونو هست، نباید فعل ناقصه باشه. فعلای ناقصه هم که میشناسید دیگه، کانه و ساره و اسبه و لیسه. و اینکه اون فعله این کلمه تو رو مفعول خودش نکنه. که این یه چیز بهتون بگم، این مورد آخر خیلی نادر پیش میاد ولی ناقصه خیلی پرتکراره تو کنکور. خب بریم اینا رو بررسی کنیم. توی شماره 1 نزدیکترین فعل لا ترفعی خوبه، ناقصه نیست و صاحب حالتونم که ای خواهرم معرفه است و اوکی. حالا چرا معرفه است؟ چون ضمیرها مثل ال عمل میکنن و به هر چی بچسبن اونو معرفه میکنن. شماره 2 که حذف. شماره 3 کلمه متوازن پشتش فعل اجعلنی اومده. بچه فعل جعله از فعلهای دو مفعولیه، یعنی میتونه دو تا مفعول بگیره. میگه خدایا قرار بده منو، این نون وقایی که بهش یه چسبیده میشه مفعول اول، مرا چی قرار بده؟ متواضع قرار بده. اینجا یادتون باشه این خیلی خطرناکه، متواضع حال نیست، مفعول دوم فعل جعله هست. خب بریم سراغ ادامه. محبوبا نزدیکترین فعلش میبینید که اینه و این فعل هم فعل ناقصه است، پس اینم نمیتونه حال بشه. همین جواب تست ماست. شماره 4 کلمه صادقین. بچه نگاه کنید، صاحب حالش معرفه نیست، کلمه فلاحین نکره است، ال نداره، علم نیست و مضاف الیه معرفه ای هم بعدش نیومده که اینو معرفه کنه، پس این حال نیست. میرم جلوتر، کلمه مجروحن نگاه کنید نزدیکترین فعلش کلمه یساعدون هست که ناقصه نیست، خوبه. کلمه مجروحن رو هم مفعول خودش نمیکنه. چرا؟ چون میگه که سگ را کمک میکنن، یعنی سگ مفعولشه نه کلمه مجروح و همه شرط ها رو رعایت کرده. میخوای مطمئن بشی یه ترجمه هم بکن، مثلا میگن که سگ را که مجروح است در مزرعه کمک میکنن و مشخص هست که این میشه حال و جواب گزینه 3. بریم سراغ سوال بعدی. من خیلی بالا رفتم، یه خورده بیایم پایین. سوال 89. خب بچه ها تو سوال 89 گفته که کلمه مجد کجا حال هست. خب همون کارایی که تا به حال بهتون یاد دادم اینجا هم جواب میده، یعنی دقیقا باید با همون تکنیک بریم. خب از همون اول شروع میکنیم. پشتش نگاه کنیم، نزدیکترین فعل بهش ناقصه هست، حال نمیشه. میرم تو گزینه 2 مجددا نزدیکترین فعلش یعملو خوبه، ناقصه نیست و صاحب حالش هم معرفه است. الان من گزینه 2 رو به عنوان پاسخ میخوام انتخاب کنم، فقط تا 4 میرم مطمئن بشم چون انسانم ممکنه سوتی بدم. شماره 3 کلمه مجددا نگاه کنید، صاحب حالتون نکره است، نمیتونه حال بشه. و شماره 4 ببینید بچه ها اینجا واو اومده، یعنی این جمله حاله، مجد به تنهایی حال نیست. وقتی یه کلمه مثل مجد میخواد حال بشه حتما با منصوب باشه، این اصلا منصوب هم نیست. از کجا میفهمم؟ شاید با خودت بگی این که علامت نداده، چجوری فهمیدی منصوب نیست؟
چون اگه قرار باشه مثلا کلمه مجد، خب اگه قرار باشه تنوین ان بگیره اینجوری منصوب بشه، حتما باید پایه الف داشته باشه و نمیتونه همینجوری خالی ان بگیره. اینجوری فهمیدم. و نکته نهایی ساده تر، همیشه وقتی که یک ضمیر منفصل، یک ضمیر جدا میبینید مبتدا، بعدش هم همیشه خبر میاد. یعنی کلمه مجد اینجا خبره. تموم شد رفت. بریم سراغ تست بعدی. سوال بعدی ظاهر ترسناکی داره ولی بسیار آسونه. میگه در کدام گزینه دو تا اسم از یه مصدر اومدن؟ شاید با خودت بگم مصدر من دیگه از کجا بشناسم اینا، من بهت یاد میدم، کار نداری. نگاه کنید، گفته یه دونش اسم فاعل باشه، یه دونش هم اسمی که دلالت بر کثرت صفت. کثرت صفت که میشه مبالغه. مبالغه هم ما راحت پیدا میکنیم، یعنی وزن فعال و فعالت رو پیدا میکنیم و به جواب میرسیم. خب چجوری ما بفهمیم این مبالغه با اون اسم فاعلی که قراره پیدا کنیم از یه مصدر اومدن؟ ببین، اسم فاعلت اگر مو داشت، خب یعنی از مصدر مزید اومده. اگر دیدی اسم فاعلی که پیدا کردیم مو نداره اولش، یعنی از مصدرهای بیرون باب اومده، مجرده. خب مبالغه که همیشه از مصدر مجرد میاد. چرا؟ چون مویی نداره. پس بچه ها شما وقتی میخوای مصدر یه اسم بفهمی از چه مصدری اومده، همین کارو کن. این اسمه اگه با مو شروع شده از مصدر مزید اومده، اگه با مو شروع نشده از مصدر مجرد اومده. تموم شد رفت. خب مبالغه که مویی نداره، پس مجرد اون اسم فاعلش هم نباید مو داشته باشه. برای سادگی کار اول میرم مبالغه اصلا ببینم پیدا میکنم. الان اصلا تو گزینه کلمه علامه خوبه، مبالغه است. برم حالا یه حذف گزینه کنم. توی گزینه دو ببینید هیچ مبالغه ای نداریم. این کتاب هم که اصلا کتاب نیست که کتابه و جمع مکسر کاتبه، گولش رو نمیخورم. پس گزینه دو اصلا مبالغه ای نداره. میام تو گزینه سه، دوباره دنبال فعال و فعالت میگردم. نگاه میکنید هیچ مبالغه ای وجود نداره، رهاش میکنم. در گزینه چهار کلمه رزاق مبالغه منه. خب حالا میرم تو این دوتا گزینه یک و چهار اسم فایل پیدا کنم. خب تو گزینه یک الان کلمه علما اسم فاعل دیگه. چرا؟ چون جمع مکسر مفردش هم میشه عالم و همین جواب تسته. چرا؟ چون عالم مو نداره، میفهمم از مجرد اومده. اونم که مبالغه هم که گفتیم همیشه از مجرد اومده. پس جفتشون از یه مصدر واحدن. همین مصدر واحد نمیخواد دقیقا بفهمی کدوم کلمه است، همین که بفهمیم مجرد یا مزیده کافیه. توی شماره چهار نگاه کنیم، میرم دنبال اسم فاعل بگردم. اصلا اسم فاعل نگاه کنید وجود نداره. به همین سادگی به جواب رسیدم. اینا رو بنویسید یه گوشه، حیفه به راحتی هر جایی بهتون یاد نمیدن. شماره 87 میگه در کدام گزینه اسم تفضیل و اسم مکان با هم اومدن؟ چون اسم مکان آسون تره من از این شروع میکنم. اسم مکان چرا آسون تره؟ چون کافیه دنبال بگردی که معنای مکان بده دیگه. مثلا الان در گزینه کلمه مدرسه مکانه. خب برم ببینم تفصیلم پیدا میکنم. ببینید اینجا یه علم اومده ولی چون علامتاش کامل نیست ممکنه فعلم باشه که فعلم هست. از طریق ترجمه جمله میدانم که در مدرسه فلان است. اوکی، میدانم فعل مضارع است، پس این گول نمیزنه، من حذفش میکنم. توی گزینه دو کلمه متجر رو دارم به عنوان اسم مکان. خب جلوترم افضلم اسم تفصیل دیگه، همین جوابه. توی گزینه سه محفظه رو اگر بگیریم اسم مکان، اسم تفصیل ندارم. درسته که احمر بر وزن افعل هست ولی معنای رنگ میده و اسم تفصیل در نظر گرفته نمیشه. توی گزینه چهار هم که اصلا اسم مکان نداریم. درسته ملکه داره ولی فعله، اسم مکان که نیست. یادتون باشه اینجا کلمه اراذل و افاضل هر دوتا اسم تفصیل هستن. پس ما به جواب رسیدیم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی میگه که اسم تفضیلی رو پیدا کن که صفت نباشه، یعنی محل اعرابیش صفت نباشه. مثلا خبر باشه، فاعل باشه، مجرور به حرف جر باشه. بچه اینجور تست ها ضامن اولیش اینه که شما هم اسم تفضیل رو زود پیدا کنین، هم تو محل تشخیص محل اعرابی خوب باشین. یادتون باشه اگه تو این دوتا خوب نیستین بهتره فعلا اینجور تستا رو سفید بذارین. اگه ارزش داره روش تمرین کنین که به نظر من 100% ارزش داره. چرا؟ چون حداقل محل اعرابی 100% یک نمره، یک و نیم نمره تو امتحان خردادت میاد. پس باید محل اعرابی چیز راحت برات باشه.
خب بریم کار کنیم ببینیم چیه. اول من اسم تفصیل رو زود پیدا کنم. اسم تفصیل میخوای زود پیدا کنی، دنبال خیر و شر بگرد. کلماتی که با الف شروع شدن رو چک کن. چرا؟ چون هم افعل با الف شروع میشه، هم افاعل با الف شروع میشه، و همچنین کلماتی که به الف ختم میشن، وزن فعلا دیگه، اینجوری زود پیداش میکنی. خب من میام تو گزینه اول، اربع که عدد هیچی، اخسرم رنگ هیچی، میرم جلو. آخر. آخر اسم تفصیل بچه یادتون باشه از مثالای سخت و نادر و خطرناکه که اینجا صفت هست، چون میگه زمن آخر، یعنی زمانی دیگر. پس اینجا صفت بود و گزینه رو حذف میکنم. میرم تو گزینه دوم، کلمه الاقوا. بچه چون این ال داره خیلی پتانسیل پیدا میکنه که صفت بشه، اما صفت جماعت نیست. چرا؟ چون جماعت مؤنث، اقوا بر وزن افعل مذکره، ولی میتونن تو عربی موصوف صفت هستن فاصله بگیرن. اینجا کلمه سلاح رو ببینید، سلاح قویتر این جماعت، این گروه. پس درسته که صفت جماعت نمیشه، ولی اقوا صفت سلاح میتونه بشه. یادتون باشه اگر در نهم به شما یاد دادن که موصوف صفت هر دوتا باید ال داشته باشه، در اشتباه بزرگی هستی. هیچ ربطی به این قضیه نداره. هر دوتا باید یا معرفه باشند یا نکره. خب اینجا اقوا ال داره، معرفه است. سلاح هم معرفه است. چرا؟ چون مضاف الیهش معرفه است. یادت باشه هر کلمه ای که مضاف الیهش معرفه باشه خودش هم معرفه است. پس این معرفه است، اینم معرفه است، جفتشون هم مذکرن، 100% موصوف صفت. این گزینه هم حذفه. میام گزینه 3، کلمه اولا. میبینید به الف ختم شده بر وزن فعلای دیگه. این اسم تفصیله و للمره الاولا، برای بار نخست. قشنگ موصوف صفته. این مؤنث، اینم مؤنث، همه چیزش هم اوکی، جفتشون هم ال دارن، جفتشون معرفه. پس اینم حذف. جواب 4 دیگه که کلمه اکثر اینجا اسم تفصیل ما هست. میگه که نمیشناسم طبیبی رو که تجربه بیشتری داشته باشه، یعنی پر تجربه تر باشه که بتونه فلان کنه و بسار کنه. خب اینجا طبیب بیشتر که ما نمیتونیم بگیم مثلا موصوف صفت بگیریم. رو همین حساب همین گزینه 4 ما پاسخ ما هست و بریم سراغ تست بعدی. سوال بعدی سوال ضبط حرکاته. بچه ضبط حرکات یه جزوه خیلی کوچولویی داره در حد یه A5 و یاد میگیری اونجا که چه چیزهایی رو باید چک کنی، از کنار چه چیزهایی باید بگذری. چون اینجا وقت نمیشه دیگه، من از خیرش میگذرم. دوست داشتید با من تماس بگیرید، باهاتون کار میکنم. شماره 85 گزینه 1 رو میخونم. من جرب المجرب، این ا زیر تشدیده. مجرب غلطه، مجرب یعنی آزموده شده، انسان با تجربه. و به همین سرعت ما اینو پیدا کردیم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال تحلیل صرفی است که این دوتا سوال تحلیل صرفی آخرین سوالای این کلیپ خواهند بود. سوال تحلیل صرفی بچه بریم اول بالاتر رو نگاه کنیم که صحیح میخواد یا غلط. خب میبینید که نوشته غلط رو پیدا کنید. اوکی، سوالات هم که میدونید دیگه، از درون درک متن خط میکشن میارن اینجا، نکاتی رو در موردش مینویسن ما ببینیم کجا رو غلط نوشتن. خب من فعلا دنبال متن نمیرم، چون معمولا بدون متن به خیلی چیزا میشه رسید. تعرف فعل مضارع است، اوکی. مفرد مؤنث غایب. یه نکته بهت بگم، فعلایی که با ت شروع میشن یا مفرد مؤنث غایب هستن یا مفرد مذکر مخاطبن. خب که سهم اونا توی تست ها معمولا 98% به 2%. چرا؟ چون درک متن‌ها اکثرا در مورد پدیده هاست دیگه، و پدیده ها جمع‌های غیر انسان مفرد مؤنث در نظر گرفتن. کی مفرد مذکر مخاطبه؟ یعنی تو، زمانی که یه گفتگویی تو اون متن باشه که کم پیش میاد، به خاطر ما همچین درصد بندی میکنیم. فعلش هم که مجهوله، اولش او داره. شاید به خودت بگی خب این علامت وسطشو نداده، چجوری فهمیدی؟ اینا بچه‌ها واقعا در حوصله این کلیپ نمیگنجه. همین الانم 15 دقیقه شده کلیپ رو. فعل و نائب فاعلش الیوم. خب این غلطه. چجوری فهمیدم؟ بچه نائب فاعل باید جنسش یعنی مذکر مؤنثش با فعل همخوانی داشته باشه. فعل مؤنثه، بعد نائب فاعل مذکر، مگه میشه همچین چیزی؟ پس این غلطه. من اصلا به متنم مراجعه نمی کنم. همین جوابه. اما بقیه چیزها درست هست. اگر جایش براتون سوالی چیزی هست از من بپرسید، بهتون حتما پاسخ میدم.
و بریم سراغ پایینی. خب 4 کلمه بعدمونه داره. یعتقدون، للجمع. بله این اونایی که اینجا هست نشون میده بر جمع. مزید ثلاثی، بله دیگه، بس باب افتعال، اعتقاد، درسته. فعل و فاعل جمله فعلی بچه برای این همیشه درسته. خب برای همه فعل ها درسته بجز فعل های ناقصه، چون فعل های ناقصه اصلا فاعلی ندارند، و فعل های مجهول، اونا هم دقیقا به همین دلیل هیچ فاعلی ندارن. یعنی این جمله رو در مورد هر فعلی دیدید اوکی، اصلا بر نگردید به متن، ولی در این زمینه نمیتونن از همچین چیزی استفاده کنن، یعنی اونجا غلط بگیرید. میام تو گزینه 2. پس یک حذفه، همین چیزش اوکی بود. تأثرت، فعل ماضی درسته بچه. هر موقع ته فعل ته کشیده دیدید که جزء حرف اصلی نبود، حتما اون فعل ماضیه. اوکیه. مفرد مؤنث غایب اوکیه. مزید 100% تأثیر دیگه از باب تفعله و باب تفعلم حرفان زائدان، یعنی 2 حرف زائد دارد، تو باید اینا رو حفظ باشی و اینم درسته. فاعلش حاضحیه که خب اینو باید برم تو متن ببینم، فعلا نمیرم ببینم میتونم همینجا جواب پیدا کنم، یا اگه دوست داشتی میتونی سریع بری متن چک کنی. سوال بعدی یا کلمه بعدی مرعب، مفرد مؤنث درسته. بعد گفته اسم مفعول، این غلطه. هممون مرعب شنیدیم، یعنی چیزی که آدمو میترسونه. و از مصدر مزیدش اوکیه بچه. چرا؟ چون این موداره حتما از مصدر مزید اومده. خب من برای اینکه اینو مطمئن بشم هم یه نگاهی به حاضحی بندازم، هم مطمئن بشم این مرعب هست و اسم فاعله، خب باید برم معنیشو نگاه کنم دیگه. میرم تو متن، کلمه رو پیدا، اینا این کلمه که میگه که ملابس یعنی لباس های ترسناک. خب این لباس ها میترسونن دیگه، درسته؟ پس اسم فاعل باید بگو، ما همون به گوشمون اعتماد کرده بودیم درست بود، پس این غلطه و جواب میشه گزینه 3. بچه ما معمولا توی کلیپ هامون به سوالات ترجمه اینا نمیپردازیم، چون دانش آموز ابتدا باید تو قواعد خیلی خوب بشه، بعد بیایم باش روی ترجمه کار کنیم که به اوج خودش برسه. شما رو به خدا میسپرم. سوالی داشتید بهم پیام بدید. موفق باشید.